یاره بم یک پارنگ همون توقاچا کو چی بکارم مدام پیار ما برات توقا جون بم یک پارنگ گردن ما بند باشه فرقون علف میدارم منگال خوب چیزی بیده شیر مادر از اوی که تیار کرده اندازه فقط میگه میشترنگا موتورات چگله شیشتی بله نه باز چه کار میکنی؟ منگالم هم تیز کنم بریم کمک حسابش بدرم شد وقتی برام خرگوشایی که بیاوردی نه بتا زمین نه که پس زمین انا خراب کرده بتا گوجی برس ببرم اینا رو بفروش کو خرگوشایی که بخریدی بیاوردی بتا سر خرگوش من چه کار میکنم زمین انا خراب کرده یکی خرگوش داریم یکی مور ما دست شما کجا برو چه کار کنن خرگوشا عباس مور خریدتم خرگوش باسته قلور تلوشا رو پاک بخورده بخی جمع کن تا بوجی برس ببر بفروش بخی حاله برو پس کی میبری صبح صبح میری خب حالا علف ما برو ملا سبیس وخی ببر مادر جو بفروش با کار نیه اونا چه کار کنم بخی جمع کن کدوم از اونا 5 تا تا بتا گونی کو برو بفروش اینو دیگه به درد نمیخوره بسته قلور تلوشا ما رو پاش کرده مرغار بفروشم با چه کار میکنی اینجا که بیاورده که 10 تا دکان بری بخری بیاری اینجا پرتو کنی بها نه چی نه ور تو سگورت خرگوشا بیاورده بسته تا پایر هم غلبه کرده خو خرگوشا خرابکارم مرغاکا من خرابکارم مرغ گفتم نه یکی دو تا نگفتم 40 50 تا بخی جمع کن یک 10 تا اینا رو برای گفتش بخی پرتو کو تو کم کنی یارم هر چه کاسته بابا ما اصلا مرغ نمای همین که قلور تلوشا شما به هم ریخته شما که خود گفتی مرغ خوش دارم من نه یک قلور تلوشانی تو بیا سکو کم 24 ساعت جارو بم دستم جارو میکنم لمشتی میکنم ما با کجا برم دست شما دیگه حالا به سر پیری حقیقه ما برو تا باشم جارو به دست شما باشه بخی برو گونی پیدا کرده جمع کن بخی اشتا ببرم اینا به یک دفعه ما برده میتونم آخه اینو رشته بخرید رشته بیاورد هر دفعه 5 تا 4 تا نوردی یک دفعه ما میتاکو بخی 5 تا 6 تا ببرم خرگوش از اینم ببری گم کنی خرگوش عباسه ها دیگه اونم خرابکاره به درد من نمیخوره بخی باشه برم علف بیارم باشه برم کمی علف بیارم که گوسفندا گوشت نه نه نکو تو نگو بخی بابا به خدا برم علف بیارم میارم میرم عمل منو پاک باشه من میبرم حل میکنم اینا اگه تو شم یک مرغ صدار بدین جگاه شنیدم گله نکنی اما کلای میکنم خود شما میگیم کم کم و بربای امرو یک همه میشه یک زر 10 تا بوجی مایه همه پیش من میجا روز 10 تا میتونی برده ها وقتی ببر روز 10 تا وقتی خوبه خرگوش از اینم ببری 15 تا خرگوشی رو بیارده بتا چیز اینجا پرتاب کرده خوبه نه سوالم اینجا گذاشته وقتی برو زودی بیایی دیر نکنی دیگه خوبه مرغا که ندیدی کدوم مرغا همون مرغا که شغال رفته بود کدو شغال همون شغال که مرغا که خورده بود کدو مرغا همون مرغ سلام گیلک مونده باشید بخیر سلامتی بخیر سلامت باشید خیریته کجا بدی؟ براتون کم سبست آوردم به گوسپندا خوب شد تور بدیدم من از این خراسات و یک دو دونه به کار داشتم گفتم اگه میفروشی من میخرم مرغا رو اول ما هم ببرم مادر میمونه مقال شدن که مرغا و خرگوشا ببرک به شهر بفروشه چند تا مایی؟ من هم 2 تا خرس به کار داشتم مکیون به خونه دارم فقط 2 تا خرس به کار دارم اونا رو جمع میکنم برای خود خرس باشه اونا به خیالم که از 600 کم نمیدم دونه مراد مار بکو دیگه 4 500 حساب که از اون یک 2 تا بده دیگه برای فکر خوب نمیشه نه رقیف ما هستیم درسته مادر من گفتم ببرم پاک بفروشک انا اونا رو چیز کن خورد و کلان میبرم میفروشم خرگوشا را 15 تا از عباس برار من نه اونا را میبرم میفروشم خرگوش نمایه ما خرگوش 2 تا داریم فقط هم خرس 2 تا به کار داشتم دیگه اگه بدی 600 مایه همون 400 گفتم نه 400 من هم 600 تو دونه 500 رو به 2 تا یک از ظریفه میدم صحیحه بیا پولای نقد ما بدینم من نقد همین اعمال فقط علی پولای میدم چی میگی تو دیگه خاطر به نسیه نمیدم ما مادر من میگم به نسیه نده که سر طول شیره میمالا نه دل جمع باش برین که پولاتو بدم خوبه بریم
نه ها همین ماما دین اومد همسایه ما میگه 2 تا خروس مایم با 1000 دونه 500 بدم اینا. نه ارزون میخره دیگه با شهر گرونتر نیه. ها با شهر گرونتر نیه. کردن ما نه اینجا قال کلیسه. نه جو کپت مچون ما بدون گناه داره بیچاره ورسکا. همونا کدوم 500 به شهر میخرن نه دیگه باز. ماست به گریه شه. بدون برو بده کم شد با 1000 دست رو بعد ببخشید. خوبه. آن ماما جان اینجا بشینیم. اون سلام امنه. سکو بابا جو. ها. 5 تا به دردم نمیخوره. آه. برو همر جمع کو بیا. خب ها برو. آن من میگی 6 تیو. و کاش که ازی برمی آوردین سه چرخ خود وا بیلا. خب باید تو همر جمع کو مثلا چرخ میرم میارم مشکل نداره برو. ها برو حرکت کو تو همر جمع کو بیا. خوبه. برو. سلام. مگم لالا. بله خدا باشی. بالیو. خیریت بود. سلام علیکم لالا خیریت بخیر جان شما جور بیار هستین. خوبه. زنده باشین. سلام باشین. عظیمی سران شما. بله سلام من نمیفهمم یک برادر که بچه شما بود اگه برادر شما بود مر بیا آوردم اینجا گفت اگه من مرغای دارم انا اینا رو میفروشم که ما مستم اینا رو بخرم. بچه منه. دیروز پریروز بیامد به می همسایه ما مرغ آورد. بفهمیدین؟ انا 15 تا خرگوش بود یک 5 تا مرغ بود به می همسایه پهلو ما داد. انا باز امروز بیامد یک 5 تا مرغ بیارد برای ما داد گفت اگه این 5 تا مرغ هم هست گفت اگه ما دارم گفتم چند تا داری گفت 30 تا دیگه هم دارم. انا حالا ما بیامدم اینجا گفتم اگه تو 5 تا برای من میاری پس همه رو اینجا بده برای ما کامر ما بردارم. گفت خب دیگه برام سرا را گفتم سی کنیم اگه دیگه تو حساب که مرغ از مدرب چواه دیگه من کار نه به حساب کار اینا کار ندارم که میفروشم اگر کار میکنم من کار ندارم حساب خدا میرم برای اینا میگم سی کنم اگه دادم خوب من میخرم خاطرم هر چه کاسته چشم برای اینا میگم بچه از زیر آورد اگه رو سی کردم نه سچرخ شما بود بله هم سچرخ ما ساده سچرخ شما اینجا ساده خیر بینید امور یک سیلی بکنم خبر بدین خبر میدم خرگوشام کجا بردی؟ و تو که گفت که برو خرگوشام بردار ببر بفروشه. نه گفتم برو نه بگه بخواد تو میبردی مرغا لماش تو میفروختی چه بخرگوشام چی کردی؟ خرگوشا برفت اول بالا قلورتی رو شد دیو منزی میگم همه خونار قلبه کرده. باشه هر جا قلبه کنه تو چی کردی بخرگوشام؟ انا حالا بیا باید بابا که مرغا خور بفروختی چه خریدی؟ آدم نودون وقتی دان ششره شیشتی. اینا به تو وا میرم اینا اصلا نمیبره و تا محله اینا یالا میدم تو وا هر قادم چی نگو با خدا یک خرگوش پس داره میفهمی هر جا بفروختی بعد خودی امر پس پولای پس میره خرگوشا 1000 سیری پیش شد خرگوشا تو 15 پولای پس میره خرگوشا بده کجا هر جا بفروختی برای پولای میبره خرگوشا اینا رو خریدم پولا مرغ خریدی تو مرغا هم بفرختن خرگوش خریدیم اینا هم بفرختن خرگوش تو چه با خرگوش هم چی داری بگم با مقتل هذا برای خود نگه تو بریم ما خونه بریم یا خرگوش هم پست دو دیگه نه دیگه به خدا دست ما بعد میدی یک لغت به تو میزدن خودت میگفتی آفرین کو بریم نه بریم نه گفتم برای بفرش هفته با من دیگه با من خود کل گنده خواه نه چی نه بابا؟ یا نه که بابا شما خبر خالکه و چی آوردی؟ مرغنین من به تو میگم این مرغا رو ببرم
بفرستید اون مرغا. خب با مار که فروختی اینا چیکار میکنی با؟ خرگوشا مرا بدنی خب خرگوش شما گفتین شما گفتین من کار ندارم پولا پس پولا خو میبرم خرگوشا خو میارم من مرغا از این کار ندارم که مرغا خو اینا میارم خودت چی آوردی؟ خودت تو گپ بزنم چی کله خوردار میدی من نمیگم چی؟ اینا به خودت چی آوردی؟ چه کاره چی حال مقال داره چی گپه چه کار اینا چیه بود از تو مرغنین. خرگوشا اینا مرا خرگوشا را برفشیدم 5 تا من مرغا بردم. بفروختم مرغا شما نانه دونه 19 صد شد. 2050 1040 مرغ خرگوش خوب کار کردی که مرغا و خرگوشا رو خوب کار کردی فروختی آنی خود بای بجنگ میشه. باز اینا چه رسوندی اینا چی بکاره؟ بازن خیر باشه حالا اینا که استونی خیر باشه همونا که خوب شد که بفروختی من میگم یه خود من جلو بست مرغا خور ما این کار ندارم چی مرغا خو میرو تا باشون نوشتی میکا به تخونه دیگه مادر مجم میکا مرغا کار زینه برم مرغا خر لماش تو خر بفروشه نمیفروشه پولا خور خرگوشا همون خرگوشا چیه ما خرگوشا رو داشتم همون خونه رو هم بقول بکنه کار ندارم خرگوشا خیلی ما برو گپ نزن برو خرگوشا خو برو گپ نزن چیکار کردی حالا فدر بدی بیا بردم با برو تام برو سر کار این بگم خود من جنگ نکنه لازم لالا لک کنی خودی برو خب فهمیدم اگه آرزو تو میکشم اگه دو تا فما طلعنا تلقى خرگوشا همون وقتی تو با خرگوش انا مغنانا شما نگفتی بفرش گپ نزن تو که تو برو سر کار خودت برو سر کار خرگوشا خیلی کنه خدا اگه نه کشتمه اگه تا پیش